بسم الله الرحمن الرحیم. خب سپاس، هزاران سپاس و حمد، هزاران حمد الله مهربان رو که در فرصتی دیگه و داستانی دیگه از داستان شاگردان مدرسه نبوت در خدمت شما بزرگواران هستیم. این بار هم میخوایم داستان بانوی بزرگواری رو بخونیم از صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم، کلثوم بنت عقبه. کلثوم بنت عقبه که از طایفه اموی هست. ببینیم در مورد ایشون چه مواردی رو با هم خواهیم خوند و چه چیزهایی رو یاد خواهیم گرفت امروز به لطف خدا. اسلام رو اگه در نظر بگیریم بر اساس اون قوانین جاهلی، یکی از مشکلاتی که شاید خیلی از افراد امروز اسلام ستیزان بهش مبتلا شدن، بدون شناخت بسترهای اجتماعی، بدون شناخت عصر قبل از اسلام در بین عرب، جزیره العرب، در ایران، در روم، در سایر جهان میان چیکار میکنن؟ نسبت به اسلام قضاوت میکنن. اگه کسی اندکی عصر جاهلی رو بشناسه کاملا متوجه میشه که زن در اونجا چه مقام و رتبه‌ای داشت و بشریت در چه منزلتی داشت. اما بعد میبینید همه چیز تغییر میکنه. بله، اسلام برای زن همون منزلتی رو قرار داده که برای مردان قرار داده، در یک شرایط، در یک موقعیت ثابت، و هر زن هم مثل مرد دارای همون اعمال و رفتاری هست و مسئولیتی نسبت به پرونده خودش داره، از خوبی ها یا نیکی ها. خداوند خیلی دقیق میگه در سوره بقره آیه 228 میگه لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. یعنی زنان هم مثل مردان دارای حقوق مساوی و نیکی ها و دستورهایی که باید اطاعت بکنن، اونهایی که باید از اون موارد چیکار بکنن؟ دوری بکنن. و خداوند در تمام این امور زندگی این حق رو برای زن و مرد به طور یکسان معین میکنه. حالا به صورت چند مورد خاص، اون هم در مورد فضیلت ها هست که مطرح میشه. ببین در مورد اجر و ثواب و پاداش و منزلت و صدق و نیکی و صفا و صبر و امثال اینها. نکته قابل تأمل اینه که وقتی ما داریم سیرت صحابیات رسول خدا رو صلی الله علیه و سلم رو میخونیم، میبینیم اونها هم از همون منزلت و همون جایگاهی بهره مندن که اصحاب پیامبر بهره مندن. خداوند خیلی جالب در آیات قرآن وقتی آیه 35 در سوره احزاب اشاره میکنه، میگه ان المسلمین و المسلمات، مردان مسلمان، زنان مسلمان، و المؤمنین و المؤمنات، مردان مؤمن، زنان مؤمن، و القانتین و القانتات، و الصادقین و الصادقات، و الصابرین و الصابرات، و الخاشعین و الخاشعات، و المتصدقین و المتصدقات، و الصائمین و الصائمات. ببینید دقیقاً خداوند نشون میده که مردان و زنان، روزگیران، صدقه دهندگان، صبر کنندگان و پی در پی. و الحافظین فروجهم، یعنی چی؟ و ذاکرین الله و الذاکرات، مردان ذاکر، زنان ذاکر. بعد خداوند برای همه هم یک پاداش قرار میده، اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. اینجا کاملا مشخص میشه خیلی از این موارد، و اینو برای این مورد مد نظر قرار میدیم که ما وقتی داریم داستان صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو میخونیم، این بانوان صدر اسلام رو، زنان ما بدونن که واقعا در چه جایگاهی هستن، با خودشون بیان در این منزلت و جایگاه خودشون رو بشناسن، مسئولیت خودشون رو بشناسن، نگن الا بالله گردن ملا، گردن شوهرمون ما که توانی نداریم، کاری نیستیم، فهمی نداریم. نه، فهم دین، عمل بدین، التزام بدین، مرد و زن نمیشناسه، همه در یک حد، در یک شرایط هستیم. بله، اون بانوی بزرگواری که امروز میخوایم در مورد ایشون صحبت بکنیم دارای فضایل هست، دارای علم و دانش هست، جزو کسانیه که در اسلام سابقین اولین به حساب میاد، در همون لحظه اولی که صبح اسلام در مکه طلوع کرده، و جزو کسانی است که شاهد ایمان هست در اولین روزها و در سخت‌ترین شرایط، و به منزلت صحبت و شرافت و یاری رسول خدا صلی الله علیه و سلم نائل شده. و واقعا چی از این بیشتر؟ کسانی که خداوند به اونها وعده وراثت زمین رو داد. بله، مهمان امروز ما در برنامه امروز ما کلثوم بنت عقبه هست، بنت عقبه ابن ابی معیط. حالا داشته باشید شاید همین براتون جالب باشه یا فراموش نکرده باشید، عقبه ابن ابی معیط. معیط کیه؟
داشته باشید. اینجا قبلا یادتون باشه میفهمید یکی از سرسخت‌ترین شاید دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده. مادر ایشون که اروا بنت کریز هست که یکی این هم از زنانی است که در تاریخ اسلام دارای فضل و منزلتی است که قبلا ما سیرت ایشون رو خوندیم. ام کلثوم دارای مکارم و اخلاقیات و فضایل و بالاخره نجابت ها و پاکی ها و ایمان زبان زدی و مشهوری هست مثل همه زنان صحابه در صدر اسلام. و ام کلثوم هم مثل بسیاری از زنان در صدر اسلام به دو قبله نماز خونده، هم به سوی بیت المقدس هم به سوی کعبه، با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کرده و هجرت کرده به مدینه. نکته جالب اینه که فضیلت هجرت هم شامل حال ایشون شده. ایشون خواهر کیه؟ یکی از عشره مبشره هست از جانب مادرش، یعنی مادرش فرزندی داره همین اروا که اون کیه؟ داماد رسول خدا صلی الله علیه و آله ذوالنورین، عثمان ذوالنورین هست که دو تا دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله رو داره، جزء عشره مبشره هست. خب دو تا برادر ایشون داره به نام ولید و عماره که اینها هم قبل از فتح مکه مسلمان شدن. اما پدر ایشون همونجوری گفتیم عقبه ابن ابی معیط یا معیط که نقل شده در لغت عرب، ما تو فارسی کمی سبکتر میخونیم. خب ایشون یکی از دشمنان سرسخت پیامبره و بسیار سخت بر مسلمانان میگرفت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو خیلی اذیت و آزار میرسون تا اینکه در روز جنگ بدر ایشون اسیر شد و بالاخره به سبب قتل و کشتار و اذیت و آزاری که بر مسلمانان داشته بود که ایشون بالاخره کشته شد. اما ام کلثوم دختر ایشون برای پدر دیگه اشکی نری، قطره اشکی، چرا که پدر خودش رو انسانی فاسق و ستمگر و مشرک و جنایتکار میدید و این دلالت بر ایمان ام کلثوم دختر ایشون داره و این گونه هست که خداوند میگن از مرده زنده ای رو پدید میاره، به قول ما از شاخ کج شاخ راستی رو خداوند پدید میاره. ولی ایشون جزو اولین زنانی، یعنی اولین زنی است که تنها هجرت میکنه. داستان هجرت ایشون جالبه. ایشون زمانی که میخواست به مدینه هجرت بکنه بالاخره در مکه ایشون رو نگه داشتن، به نوعی فرض کن تحت حصار و زندان اینها بودش و نذاشتن که با کاروان مهاجران همراه بشه بتونه به مدینه بیاد. خب زن بود دیگه، تنها براش مقدور نبود و تحت شرایط و سختی‌های خیلی فراوانی بود تا اینکه خداوند شرایط رو براش فراهم کرد تا اینکه ایشون بتونه هجرت کنه. ببینید داستان هجرتش خیلی جالبه. ابن عبدالبر نقل میکنه، میگه شرایط هجرت برای ام کلثوم تا سال 7 هجرت فراهم نشد و ایشون اولین زنی است که در واقع هجرت میکنه و هجرتش در واقع زمان صلح حدیبیه است، زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله عهد و پیمان بستن با مشرکان که اگه هر یکی از مشرکان ایمان بیاره و بخواد به مسلمانان ملحق بشه مسلمانان به اون برگردونن، اما از مشرکان نه. یعنی خب یه پیمانی بود که حالا قبلا در این مورد صحبت شده، بهتر شما میدونید داستان چیه که درش چه خیر و برکتی بود. اما ایشون پیامبر صلح کرده، پیمان بسته با مشرکان و ایشون هجرت میکنه. اما در منزلت ایشون، در اون شرافت و مکانتی که برای ایشون فراهم، این آیات الهی میگه اذ جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن و داستانی داره که حالا ادامه داستان رو با هم خواهیم خوند که ببینیم چه اتفاقی میفته. در هر صورت میگه که زمانی که ایشون هجرت کرد به دو برادر خودش ولید و عماره، زمانی که میخواست هجرت کنه دو تا برادرش ولید و عماره نذاشتن ایشون هجرت کنه، هنوز اونها مسلمان نشده بودن و نتونست خودش به رسول خدا صلی الله علیه و سلم برسونه. اون چیزی که منابع تاریخی نقل میکنن ایشون تنها به سمت مکه اومد، قسمتی از راه پیاده، قسمتی سواره یا برخی اصلا نقل کردن کلا پیاده بوده و داستانش هم خیلی جالبه. ابن سعد رحمت الله علیه نقل میکنه، خیلی زیباست، با هم داشته باشیم. حالا من قسمت‌های رو سانسور کردم از مطلب. میگه من در قریش سراغ ندارم که کسی از پدر مادرش مثلا ترک کرده باشه، مسلمان باشه، مهاجر باشه به سوی خدا رسول، مگر ام کلثوم بنت عقبه هست که نقل شده. ماجرا هم از این قراره که خود ام کلثوم این داستان هجرتش رو تعریف میکنه. میگه وقتی که من منع شده بودم ناچارن دیگه نمیتونستم که برم به سمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، اما خب قوم خویشایی داشتیم در بادیه، ما میرفتیم دیدن اون و گاهی 2 روز 3 روز 4 روز میرفتم دیدنشون، باز برمیگشتم به مکه و دیگه اینا عادت کرده بودن اهالی مکه که منو تحت نظر داشتن به عبارت قوم خویشاش که
من دیگه نمیتونم فرار بکنم. تو یکی از این روزها من تصمیم گرفتم به نامی که دارم میرم سمت بادی، اون وادیایی که دارم میرم مثلا قوم خویشامو ببینم، برم سمت مکه تا اینا متوجه بشن. 3-4 روز گذشته دیگه من مقداری راه رو رفتم. میگه راه رو هم بلد نبودم و همینجوری به سمتی حرکت کردم. میگه یکی از قبیله خزاعه من رو دید، یک مردی از قبیله خزاعه. گفت کجا داری میری؟ گفتم به تو چه ربطی داره؟ تو کی هستی؟ گفت من از مردی از قبیله خزاعه هستم. چون شنیده بودم قبیله خزاعه مسلمان شده، با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرده و عهد و پیمان داره، دیگه خوشحال شدم. گفتم برای منم زنان قریش هستم و میخوام به رسول خدا صلی الله علیه و سلم ملحق بشم و راه رو بلد نیستم. گفت ناراحت نباش، من با تو همراهی میکنم تا تو اینکه تو رو به مدینه برسونم. در هر صورت میگه ایشون شترش آورد، من سوار شدم. حالا این قسمتی که در همون بحثی که میگن قسمتی ایشون بالاخره سوار اومد تا ما به مدینه رسیدیم و میگه که واقعا این همراه من انسان خیلی نیکوکار و پاکدامنی بود و خداوند به اون جزای خیر بده. وقتی به مدینه رسیدیم من به خونه ام سلمه ام المؤمنین رفتم و خودم رو بهش معرفی کردم و همراه ایشون شدم و ایشون گفت که بله تو به سوی خدا و رسول خدا هجرت کردی، جای نگرانی نیست. و گفتم که ولی من میترسم طبق پیمانی که پیامبر بسته من رو برگردونن به مشرکان ملحق بکنن. این ما در همین زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه وارد خونه ام سلمه شد و ام سلمه بهش خبر داد داستان رو. پیامبر خوش آمد به من گفتش و گفتش که گفتم یا رسول الله من دین خودم رو فرار دادم، خودم با دین خودم یعنی فرار کردم از دست اینها تا دین خودم و ایمان خودم رو حفظ بکنم. من رو حفاظت بکن، من رو بر نگردون به دست مشرکان. اگه من دست اونها برگردوندی من عذاب میدن، آزار میدن، شکنجه میدن، من دیگه تحمل سختی و شکنجه و امثال اینها رو ندارم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت نه، در مورد زنان خداوند این پیمان رو نقض کرده. میگه یا ایها الذین آمنوا اذا جاءتکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. زنان مؤمن مهاجرات اومدن مورد آزمایششون قرار بدید که مبادا جاسوس باشن، مگه به نقشه دیگه اومده باشن. بعد میگه الله اعلم و بایمانهم، خدا هم نسبت به همه به ایمان اینا بیشتر آگاهه. فان علمتموهن مؤمنات، اگر متوجه شدید و تشخیص دادید که اینها اهل ایمانن فلا ترجعوهن الی الکفار، اینها رو به سوی کفار بر نگردونید. لا هن حل لهم ولا هن حل لهم ولا هم یحلون له، نه اینها برای اونها حلاله نه اونها برای این حلالن. و این داستانی است که اینجا قشنگ قرآن این رو باز کرده و روشن میکنه. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم خب از ام کلثوم و زنایی که هجرت کرده بودن خب امتحان میگیره. ابن جریر رحمت الله علیه نقل میکنه که میگه ابن عباس ازش سوال شد چگونه رسول خدا صلی الله علیه و سلم از زنان امتحان میگیره. بعد پیامبر میگفتش که آیا شما دست همسرتون فرار نکردید، مثلا اومدید آیا به خاطر دنیا مثلا اینکه مثلا سرزمینی به سرزمینی بهتر هجرت بکنید نیومدید؟ و تا وقتی ثابت شد به خاطر خدا و رسول هجرت کردن و ایمان، این امتحان چیکار میشد؟ پاسخ داده میشد. و ام کلثوم هم خب شخصیتی بود، هم نظر عقل هم درایت بسیار دارای فضایل بود. در هر صورت ام کلثوم در بین زنان صحابه دارای مقام و منزلت خاصی بود و پیامبر ایشون رو گرامی می‌داشت، اکرام می‌کرد و خب با پیامبر هم در جنگ‌ها شرکت می‌کرد، بعد از اون زخمی‌ها رو مداوا می‌کرد و بالاخره پیامبر هم در هر موردی که ایشون همراه بود سهمش رو میداد. نکته خیلی جالبی داره که زبیر ابن عوام، زید ابن حارثه، عبدالرحمن ابن عوف و عمرو ابن عاص اومدن به خواستگاریش. ایشون اومد با برادر مادریش که حضرت عثمان باشه مشورت کرد من چیکار کنم. حضرت عثمان گفت برو پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم با ایشون صحبت بکن. ایشون اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر گفت نگاه کن زید برات بهتره، با زید ازدواج کن که زید برات بهتره. در هر صورت ایشون با زید ازدواج کرد و خداوند هم به اینها 2 فرزند داد به نام زید و رقیه. زید در جنگ موته به شهادت رسید، داستانش شما بهتر از هر کسی میدونید. بعد ایشون با زبیر ازدواج کرد، خداوند باز یک دختری به اونها به نام زینب داد و خب زبیر آدم سختگیری بود نسبت به زنان اینها و ایشون گفت که من طلاق بده، من نمیتونم سختگیری های تو رو تحمل بکنم. بعد ایشون با عبدالرحمن ابن عوف ازدواج کرد و خب برای عبدالرحمن ابن عوف 2 فرزند به دنیا آورد، ابراهیم و حمید. و وقتی عبدالرحمن ابن عوف از دنیا رفت عمرو ابن عاص باهاش ازدواج کرد و خب در زندگی عمرو ابن عاص ایشون از دنیا رفت. ام کلثوم خب جزو شخصیت هایی بود که نه تنها خودش بلکه فرزندانش هم جزو بزرگان
و دانشمندان هستن، اونطوری که در تاریخ از اینها نقل شده. اون چه که اینجا مطلب هست اینه که ایشون در زمان خلافت حضرت علی رضی الله عنه از دنیا رفت و ایشون خب روایاتی از پیامبر نقل کرده. ایشون جز زنان نادری بود که قدرت نوشتن و کتابت و خواندن داشت و مواردی هستش که بالاخره این امتیازات خاصی بود که ایشون در این مورد داشت. در هر صورت یک روایتی از ایشون نقل شده که در حسن ختام برنامه کمی طولانی هم شد داستان من نقل بکنم، این که ایشون از پیامبر خدا نقل میکنه دروغگو کسی نیست که بین مردم صلح و صفا و دوستی برقرار میکنه و سعی میکنه خوبی و نیکی رو بین مردم انتقال بده. در هر صورت امیدوارم تا داستان دیگه و صحابی دیگه‌ای که ما خداوند توفیق نصیب بکنه شما در پناه خدای مهربان باشید. خدایا رو نگهدارتون باشه.